از آنچه که از استاد تحریری عزیز یاد گرفتیم در جلسه گذشته که پیرامون وجود نازنین حضرت زهرا و فضائل و شأن و جایگاهشون بود. یه مژده میخوام بهتون بدم که ما امشب و توی این نوبت از برنامه هم در محضر استاد تحریری خواهیم پرداخت به اخلاق فاطمی سلام الله علیها. همچنان این خیر کثیر ادامه داره در برنامه ما، جریان داره. میخوام وصلش بکنیم به هفته آینده که انشالله شب ولادت همسر نازنین حضرت زهرا، که اگر این دو زوج هر کدوم نبودن، در طرف مقابل زوج مناسبی نبود در عالم خلقت. انشالله وصل خواهیم کرد به اون شب به یاری خدا. اجازه بدید سلام میگم به محضر استاد تحریری عزیز. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله همه ما در مسیر حضرت زهرا سلام الله علیها و اخلاق فاطمی انشالله در جمیع شئون زندگی باشه. الهی آمین. به برکت دعاهای شما و راهنمودهای شما و مثل شما هممون در این مسیر پر از خیر و نور و برکت که اهل بیت حضرت زهرا نقطه کانونیشون فرمودید، نقطه عطف قرار بگیریم انشالله. هفته گذشته که فرمودید این نقطه وصلن بین رسالت و امامت حضرت زهرا و از وجوه مختلف نقطه عطفن. من یاد اون ماجرای کسا هم افتادم، کسای یمانی که فرشته ها به خدا میگن بابا این اصحاب کسا کیان که این همه براشون شأن و مقام و حالا میگیم بهانه های خلقت و بعد خطا اومد. فاطمه، پدر فاطمه، همسر فاطمه، فرزندان حضرت فاطمه اینجا محور، اصلا عجیبه ایشان وجودشون واقعا. و شایسته است که ما همچنان بپردازیم به این وجود سراسر خیر و برکت و این بار از اخلاقشون از شما بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. خب این آیه شریفه در سوره مبارکه انسان است که اکثر آیات این سوره مبارکه در بیان فضائل حضرت صدیقه و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام نازل شده. بعد از اون به حال اکرامی که اینها خالصانه مخفیانه انجام دادن و خدای متعال علنیش کرد. این خیلی مهمه. معمولا شما کاراتون رو با اخلاص انجام بدید، بی خدا خودش میدونه چی کار بکنه. برای شهرت پیدا کردن و برای دیگران فهمیدن و اینها انجام ندید. در وقت مناسبش اون رو علنی میکنه که پیرا بکنه. کار خوب عمدش اینه و خب به اون جایگاه این افراد هم مردم آشنایی و معرفت پیدا بکنن. به هر حال صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها همراه پدر و به هر حال همسر و فرزندانش امام حسن و امام حسین علیهم السلام در عرصه های مختلفی فضائلی را به هر حال از خودشون نشون دادن که هر یک از این فضائل یک تأثیر خاصی در امت اسلامی یا از جهت اعتقادی یا از جهت اخلاقی و از جهت اجتماعی یا سیاسی به هر حال داشته که در همه این جنبه ها یک جهت الگویی برای ما دارند و اینکه وحی نازل میشه به خاطر همینه که خدای متعال میخواد با این وحی هم فضائل رو معرفی بکنه و هم صاحبان فضائل رو. در مقابلش هم رذائل رو به ما نشون میده که رذائل نفسانی و اخلاقی چیه که موجب پستی انسان میشه و هم اون شاخصهای اونها رو، اون
قله های اونها رو نوعا برای ما نشون میده که اینها یک به هر حال روش تربیتی خاص قرآن کریمه. در همین راستا می‌بینیم که زهرای مرضیه سلام الله علیها که خیر کثیر است، این خیر کثیر بودنش رو در عرصه های مختلف ظهور داده. یکی از اون عرصه ها رسیدگی به دیگرانه که همونطور که اشاره کردید در مسئله حدیث کسا محوریت به هر حال پیدا کردن در اون زمان، مخصوصا بعد از هجرت به مدینه که هر حال حکومت اسلامی تشکیل شد، مسلمانان استقلالی پیدا کردن، باید با این الگوهای فضیلت یک به هر حال آشنایی پیدا بکنند غیر از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. لذا گاهی به هر حال مستمندانی که می آمدن بعد از مراحلی نبی اکرم صلی الله علیه و آله ارجاع میداد به خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها. حالا این یه مقدمه لازم بود که این روایت رو عرض بکنم که انشاءالله توی این برنامه این روایت و ابعادش رو انشاءالله بحث میکنیم، هم فضیلتی از فضائل زهرای مرضیه سلام الله علیها و به نوعی نبی اکرم صلی الله علیه و آله هم درش آمده، و هم یک به هر حال برنامه اخلاقی و تربیتی رو به ما ارائه میدن که ما در زمانهای مختلف میتوانیم به فضائل روحی و اخلاقی متصف بشیم و اونها رو انجام بدیم. جابر ابن عبدالله انصاری میگه بعد از نماز عصر نبی اکرم صلی الله علیه و آله رو کردن به اصحاب، یه احوال پرسی کردن. این روش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده. یا بعد از نماز صبح برمیگشتن یه احوال پرسی میکردن، گاهی یه مطالبی رو که لازم بوده بیان میکردن، گاهی بعد از هر نمازی، چون جایگاه رهبری اینه دیگه که اون ارتباط مردمیش رو حفظ بکنه از جهات مختلف و از حال اونا با خبر بشه. دیدن پیرمردی در اون جمع هستش و لباس مندرسی داره، رنگ زردی داره. سوال کردن شما به هر حال کی هستی؟ رو آورد خدمت حضرت، گفت من یکی از مهاجرینه، به هر حال عرب هستم، از مثلا روستاها و شهرهای اطراف اومده بود. و بعد از خبرگیری که حالش رو بیان کرد، عرض کرد که یا رسول من گرسنمه، منو غذا بدید و لباس هم اینطوری لباس میخوام و فقیرم، به من رسیدگی بکنه. حضرت فرمودن که من چیزی ندارم الان بدم، اما یه قاعده ای حضرت فرمودن که برای همه ما خوبه در همه عرصه ها، و اون این است که راهنمای به خیر مانند انجام دهنده خیره، الدال علی الخیر کفاعله. یعنی انسان میتواند همواره در زندگی دنبال خیر باشه، خوبی باشه. حالا اگر خودش داشته باشه خب اون رو برسونه به دیگران مستقیم، اگر نداشت هم باز میتواند غیر مستقیم دیگران رو به خیر برسونه. در فضائل صدقه و اینها فرمودن در بعض روایات اگر با 40 واسطه انسان به اهلش یک صدقه رو برسونه، همه این 40 واسطه، عجب، بله، یعنی اینقدر، حتی 40 واسطه، در بعضی روایات بیشتر 120 فرمودن، همه این ثواب رو، همه اون ثواب میبرن با توجه به اینکه این صدقه است، دست به دست میکنن. یعنی به هر حال در دستورات اخلاقی ما این مسائل به هر حال موج میزنه. پس چقدر خوب اصلا یه آدم این کارو بکنه که یه عده زیادی دخیل بشن تو این کار خیر. بله همینطوره دیگه. آره. انسان میتونه با زبانش، یه مطلب با قلمش میتونه کار خیری انجام بده.
و بگه به دیگری این کار رو انجام بده. خود ائمه علیهم السلام این کار رو میکردن. حالا میخوام فقط این روایت رو انشالله در این جلسه با اطرافش توضیح بدم. حضرت فرمودن که برو به در خانه کسی که هم خدا و رسولش رو دوست داره، هم خدا و رسول رو دوست داره. یعنی اول ملاک میده حضرت، بعد معرفی میکنه. اینا خیلی مهمه در مسائل تربیتی و مسائل خودسازی. اول مبانی اخلاقی باید خلاصه گفته بشه، بعد شخص معرفی بشه که خب پس برو سراغ این که این خصوصیات داره. و در واقع فرستادن رو دارن میگن به این علت دارن میرسن. برو به در خانه فاطمه. بعد خب آمد و خانه ها چسبیده بود دیگه به مسجد و حضرت فرمودن ای بلال ایشون رو ببر به منزل فاطمه. آمد و این اعرابی با بلال صدا زد با صدای بلند. خیلی هم اهل معرفت بود، با اینکه اعرابی بود و بادیه نشین، اما این خلاصه معرفت رو داشت. چنین سلامی داد: السلام علیکم یا اهل بیت النبوة مختلف الملائکه و مهبط جبرئیل روح الامین. اینا خیلی مهمه. یعنی فقط این عناوین برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله نیست، برای این خانه هم هست. بله. به هر حال این نکته رو ما عرض بکنیم. گاهی بعضی‌ها انسان می‌بینه خیلی قیافه خاصی ندارن، خیال میکنه که خیلی مثلا در جهت ایمانی و اینها پایینن. نه، به قیافه نباید انسان نگاه بکنه. این نکات رو ما استفاده میکنیم. بله، به هر حال فاطمه زهرا سلام الله علیها جواب دادند و فرمودند تو کی هستی؟ عرض کرد که من یه شیخی از عرب هستم و نزد پدرتون اومدم سید البشر و من لباس میخوام و گرسنم هستم و شما به هر حال مواسات بکنید. خب اینجا ماجرا نگه داریم. پس شخص محتاجی رفت خدمت پیامبر، ایشان فرستادن در خونه حضرت زهرا، کسی که خدا و پیغمبر رو دوست داره، خدا و پیغمبر هم رو دوست دارن، و اومد و سلام کرد از زهرا، عرض نیاز کرد به حضرت زهرا. تا اینجا رو نگه داریم. بریم یه فاصله بگیریم، از دوستانمون برگردیم و ادامه ماجرا رو دل بدیم بهش. بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه عمر در خونه حضرت زهرا و بچه‌هاش هستیم. خدا کنه که تا آخر عمرم در این خونه باشیم. اگه یه وقتی هم حواسمون نبود جایی رفتیم، خیلی زود دوباره دعا کنیم خودشون دستمون رو بگیرن و برگردونن. رفتن در خونه حضرت زهرا، عرض نیاز کردن، ببینیم پاسخشون چی بوده. بسم الله. بله، در موقعیتی این فقیر آمد و نبی اکرم صلی الله علیه و آله این فقیر رو در خانه زهرای مزیه سلام الله علیها فرستادن. ما این که میدانستن هم خودشون 3 روز گرسنه‌اند، هم امیرالمؤمنین و هم زهرای مزیه. عجیبه. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. به هر حال یعنی در این تنگنا هم اونها ابایی نداشتن در خیر رسانی. خیر کثیر مناش اینه نیست. زهرای مزیه سلام الله علیها یه پوستین نوشتن که به هر حال امام حسن و امام حسین یعنی مثلا رو اون شبها میخوابیدن، گفتن که ما همینو داریم، چیزی نداریم. اینو دادن به عربی و دعام کردن انشالله خدا بهترینشو بهت بده. عربی گفت من گرسنمه، این پوستین بشه دردم میخواد. پوستین رو گریم تو مخالقاره گرسنم. خب صاف و ساده هم بود، صادقانه مطلب رو گفت. زهرای مزیه سلام الله علیها یه گردن بندی رو دختر عموشون، دختر حضرت حمزه سلام الله علیها به ایشون هدیه داده بود، همون رو در آوردند و دادن، فرمودن که برو اینو بفروش و خرج سفر تو
گرسنگی تا همه اینا رو انشاءالله خدای متعال بهتر از آن رو نصیبت بکنه. نکن اینا خیلی مهمه. نه هم میده هم دعا میکنه که بهترش داده بشه. تو مرتبه اول هم این دعا رو کرد. بله. این هی زیاد میشه. عربی این گردنبند رو گرفت و اومد در مسجد و به حال عرض کرد که رسول الله دخترتون این عنایت رو کردن و فرمود بفروشش. اعلان کرد مثلا کی مثلا میخره. نبی اکرم صلی الله علیه و اینجا گریه شوق کردن که دخترشون با این وضع به حال دست از کار خیر بر نداشتن و به هر حال بله. اما یاسر عرض کرد که یا رسول الله من این گردنبند رو اجازه میدید بخرم؟ حضرت فرمود بخرش. حضرت فرمود اگر جن و انس شریک بشن این خلاصه گردنبند رو که از زهرای مرضیه رسیده بخرن، اونها رو خدا به عذاب مبتلا نمیکنه. عظمت هر حال کاره. در حال اما به این عربی گفت چقدر به حال بدم؟ عربی گفت ما نونی می‌خوایم دیگه. خیلی قانع بود. این خیلی مهمه. این قناعت فضیلتی است که موجب میشه انسان در مراحل دیگر به هر حال لنگ نمیمونه که حالا خودش بحث خاصی داره. به حال گفت من یه نون و گوشتی چیزی میخوام، یه عبایی هم میخوام که برم خودم رو بپوشونم و به هر حال برم. اما هم یه به هر حال سهم غنایمی دستش بود از خیبر. این به هر حال گردنبند رو به 20 دینار و 200 درهم هجری و یک عبای یمانی حال خرید. متوجه شد که این گردنبند حضرت بله با هم دیگه رفتن دیگه. بله. و یک به حال استری هم براش فراهم کرد که این بره به شهر خودش و آمد و عربی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله تشکر کرد. حضرت فرمودن که گرسنه شدی و پوششی پیدا کردی؟ حضرت عرض کرد که بله پدر و مادرم فدات بشم، فداتون بشه. حضرت فرمودن که یه تشکری از فاطمه هم بکن. این خب بیانگر این است که به هر حال این رابطه باید رابطه خوبی باشه. اگرچه خب از زهرا سامان نیاز به اینها نداره، اما باید ماها به هر حال شکرگزار باشیم که در برابر عنایت دیگران قدردانی میکنیم و تشکر بکنیم. حالا تشکر یا عملیه یا اگر نشد قولی. یه دعای بسیار پرمغزی کرد این اعرابی. خدا رو ستود به توحید که این حال موحد بودنشون نشون داد و عرض کرد و انت رازقنا اللهم اعط فاطمه مالا عین رأت ولا اذن سمعت. خیلی دعای پرمغز. خدا به فاطمه یه چیزی بده که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. حضرت آمین گفتند و رو به اصحاب کردن، فرمودن خدا اینو داده به فاطمه. من پدرشم که هیچ کس در عالمین مثل من نیست و علی همسرشه که اگر علی نبود برای فاطمه کفی نبود و حسن و حسین علیهم السلام رو بهش داده. یعنی میخوان از هر مناسبتی استفاده کنن، اون جنبه های معرفتی و پشتوانه های ولایی رو میخوان استفاده بکنن. اینها رو ما باید دقت داشته باشیم، خیلی مهمه. همه عرصه ها باید به اون اصل توجه بکنیم. درست. اون اصل که حیات واقعی ماست و این امور ظاهری رو معنادار میکنه.
اگه اون اصله نباشه بالاترین بذل و بخشش ها هم داشته باشه، بالاترین روابط اجتماعی هم داشته باشه، سیاسی هم داشته باشه، اون ربط به خدا و اولیاء الهی نداشته باشه، اون فقط فایدهش اگر فایده داشته باشه در زندگانی دنیایی. باز اینجا اشاره به ولایت میکنه. بله. بعد حضرت نکات دیگری رو فرمودن که به هر حال این زهرا فضائلی رو براشون بیان کردن که اگر کسی مرا در حیاتم زیارت کنه در مماتم زیارت کنه ماننده اونیست که در حیاتم زیارت کرده. کسی که فرزندان مرا به هر حال زیارت بکنه و خلاصه مرا زیارت کرده، اون وقت به زهرای مرضیه این فضیلت هم بیان کردن که خدای متعال ملکی را به عنوان رعیل موکل کرده که ایشان را از اون به هر حال مشکلات خاص حفظ میکنه، از پیش رو، از پشت سر، از بالا پایین و نزد قبر ایشان هست، هنگام رحلت و شهادت ایشون هم هست که زیاد صلوات میفرسته بر اون حضرت و بر پدر و همسر و فرزندانش. یعنی این رابطه صلواتی خیلی مهمه که نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود در روایت کسی که 3 روز پشت سر هم بر تو سلام بفرسته بهش برای او به هر حال واجبه. اما این گردنبند رو معطرش کرد و در یک خلاصه برد یمانی پیچید و یه برده ای داشت به نام سهم که از اون حال سهم جنگیش خریده بود و داد به این برده که نمیه به حال به خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها یه بهره ای از زیارت حضرت داشته باشه. اینا خیلی مهمه که ما سعی کنیم که تنها خودمون از ارتباط با اولیا بهره مند نباشیم، دیگران رو هم، فرزندانمون، خانوادهمون رو، هر کس رو که میتوانیم این ارتباط رو برقرار بکنیم. به هر حال این برده این گردنبند رو به هر حال آورد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و عرض کرد که این هم بخشیدن به نبی اکرم صلی الله علیه و رسول خدا صلی الله علیه و آله این گردنبند رو دادن، فرمودند که برو نزد فاطمه اون رو به فاطمه سلام الله علیها بده و تو هم بخشیدمت به حضرت. عجب گردنبندی شد. این برده هم آمد و این کار رو انجام داد و زهرای مرضیه سلام الله علیها این گردنبند رو گرفتند و این برده هم آزاد کرد. عجب برکاتی. این خیر کثیر این یه نمونه بسیار کوچکشه. وقت این برده خندید. ما فقط لحظات پایانی برنامه. بله تموم شد. حال سوال شد چرا خندیدی؟ گفت از عظمت برکت این گردنبند من خندیدم. یه گرسنه ای رو سیر کرد و یک به هر حال اعرابی رو روانه محلش کرد و یه برده ای هم آزاد کرد و این خلاصه عنایت ها از طریق جانم حضرت. انشالله ما سعی کنیم که با اتصال به این خیر کثیر وجودمون انشالله در مسیر خیر کثیر الهی آمین. الهی آمین. خیلی ممنونم استاد، اجرتون با حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی استفاده کردیم. فرمایشات آقا من یاد این دو بیت انداخت بخونم با شما خداحافظی بکنم. گفتش که زهرا که عنایتش به دنیا برسد باشد که به فریاد دل ما برسد. یا رب سببی ساز که در روز جزا پرونده ما به دست زهرا برسد. اللهم آمین. یا حق. خداحافظ.